قهرمان شائولین، ساموری. در اوج حماسه و غرور و از دل افسانه ها استادی بی‌بدیل پدیدار می شود. در آماج تلاطم و بی‌مهری منتقدین، بی‌واهمه و در اوج بی‌اعتنایی به کرکسان، جامعه رزم را به تن کرده و بازوان همت را در تحقق شاه بیت اسرار زن، سلحشوروار، فراز و نشیب تاریخ رزم را در می‌نوردد. معبر مرگ برایش گذری آسان است. بازی با مرگ را از نیاکان و سلاطین رزم به ارث برده است. خشم اژدها برایش غرشی است دیرینه و کوبشی است تا سرحد انفجار و راه اژدها جاودانه بر رسالتش باقی است. هم نشان ببر و نامش بخوانند اژدها و صدای یک دست زن را بر آفاق هستی بزند. او افسانه تکرار نشدنی عرصه رزم، قهرمان شائولین، ساموری بهنام طیب نیاست.